یک شپرک است. شپرک است که او همه اولهای بهار پیدا می شود. وقتی که درختها برگ میکنند، گل و سبزه می شود، همون هم پیدا می شود. در خانه ها پیدا می شود. مردم ارواحک میگن. او چی خیل می آید، چی خیل می رود، هیچ که نمیداند. یکی میبینی که در تنه دیوال چسبیدگی است، یا میبینی که در تنه یکم شکاف، یکم دروازه چسبیدگی است. با او در از یک جا نمیجومد، ساعتهای دراز نمیجومد. نامش ارواحک. در امریکا پیدا شد در خانه ما. اینم گلچهره شاهده. ما سهار میخواستم در دیوال چسبیدگی ارواحک. و در امریکا ارواحک چه خیلی آمده. ای خیلی تایستان. بعد ما همین شعر کرده بودم. خیزید به خانه مهمان آمده است. خیزید، ما خیزاندم اینا را. بیا ارواحک آمده، بیا نگاه کن ارواحک. خیزید به خانه مهمان آمده است. مهمان عزیز خاندان آمده است. ارواحک خال داره که خواهر من بر خانه ما از آسمان آمده است.